every take is gonna be that's lower than اینجا یک پرسشی برای من پیش اومد مسئله‌تون. آقای ممدانی هیچ کدوم از این ایده هایی که الان مثلا میگه خب خیلی جدی بهشون نیندیشیده، خیلی واضح هستش که از اتاق فکری دیگری اومده. این اگر حزب دموکرات، یعنی همون چیزی که شما گفتین، یه چیزی برای آینده، واقعا در پی ساختن یک نسل تازه‌ای از چهره ها باشه، ممدانی چه نقشی در این آزمایش میتونه ایفا کنه؟ یعنی یه پیش نمونه آینده هست یا یک ابزار مقطعی برای رد شدن از این مقطع تاریخی در آمریکا؟ بعد از اوباما صحبت از این بودش که خیلی روشن صحبت از این بودش که باید رئیس جمهور بعدی حتما زن باشه. نمیگفتن باید لایق باشه، میگفتن حتما باید زن باشه.